با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، من اسماعیل حسونی دیرانلو هستم و دوباره با یک ویدئوی دیگه در خدمت شما هستم. در این ویدئو میخوایم یه مسئله ریاضی کمی متفاوت رو حل کنیم. میخوایم این عبارت رو تجزیه کنیم که به نظر خیلی پیچیده و سخت میاد، ولی از یک تکنیک خیلی ساده استفاده میکنه. ببینید تکنیکی که من در اینجا به شما آموزش میدم، شما هم برای تجزیه ها میتونید استفاده کنید، هم برای تقسیم هایی که به تقسیم افقی معروفه. شما این تکنیک رو جای مختلف ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل به کار خواهید برد. من یه بار کل عبارت رو می‌نویسم در اینجا. عبارت من این هست: x به توان 7 به علاوه x به توان 6 به علاوه x به توان 5 x به توان 4 x به توان 3 x به توان 2 x به توان 1 و 1. روشی که من در اینجا استفاده میکنم یه روش خیلی ساده است. ببینید مثالی که انتخاب کردم ساده است تا شما نکته رو متوجه بشید، ولی روش اینه که شما از سمتی که جمله با توان بیشتر دارید وارد میشید و دو جمله نگاه میکنید که آیا چیزی برای فاکتورگیری وجود داره یا نه. طبیعتا بین دو جمله در خیلی از موارد میتونید عامل فاکتور پیدا کنید، در خیلی از موارد هم نمیشه. اما هدف ما اینه که این عامل فاکتور ما به نحوی باشه که بعد در بقیه دو جمله ها هم استفاده بشه. این دو جمله ها رو من جدا قرار میدم. حالا میخوام دنبال عامل فاکتوری باشم که در هر دسته از دو جمله ای ها قابل استفاده باشه. من در اینجا از x6 فاکتور میگیرم، دارم x به علاوه 1. در دو جمله بعدی از x4 فاکتور میگیرم، دارم x به علاوه 1. در دو جمله بعدی از x2 فاکتور میگیرم، دارم x به علاوه 1. و دو جمله بعدی رو نمیخواد از چیز فاکتور بگیرم، خود x به علاوه 1 رو داخل پرانتز قرار میدم. حالا یک عامل مشترک دارم x به علاوه 1 که جدا قرارش میدم، به عنوان عامل فاکتور در نظر میگیرم و جملاتی که در اینجا به دست اومده رو داخل کروشه می نویسم: x6 x4 x2 و 1. دوباره از همین تکنیک استفاده میکنم و دو جمله جدا میکنم و میبینم آیا میشه همین روند رو در داخل این کروشه هم استفاده کرد یا نه. یعنی x به علاوه 1 رو که دارم اینجا از x4 فاکتور میگیرم، میمونه x2 به علاوه 1. به علاوه x2 به علاوه 1 رو خود x2 به علاوه 1 داخل یک پرانتز مینویسم. یه عامل مشترک دیگه به وجود میاد، اونم x2 به علاوه 1 هست که به عنوان عامل مشترک بعدی در نظر میگیرم. بنابراین یه x به علاوه 1 دارم، یه x2 به علاوه 1 دارم که فاکتور گیری شد و موند x4 به علاوه 1. به این ترتیب من اون عبارت رو تجزیه کردم و شد حاصل ضرب این سه تا عبارتی که در اینجا میبینید. شاد و سلامت باشید.